خدمت کلی همکاران و برادران عزیز، امروز نهمین روز تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دهمین روز تجمع کارگران هفت‌تپه در اعتراض به در واقع عدم ممانعت از ورود همکاراشون به داخل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. قبل از همه چیز از همه همکاران و برادران عزیز کمال تشکر رو دارم. همون جوری که دوستان در صحبت‌های قبلشون گفتن، بنده با توجه به اینکه در واقع حالا یه سابقه 20 ساله دارم و تو اون اعتصابات سال 86 هم حضور داشتم، به جرئت میتونم بگم که این تجمع یکی از بی‌نظیرترین و زیباترین تجمعات کارگری در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بوده. چرا؟ چون کارفرما فکر میکرد که در واقع با دادن حقوق و پس از اون نگه داشتن نماینده های کارگری عملا هیچ کس از اونها دفاع نمیکنه. اما اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که حقوق پرداخت شد. خب نیروهای نظامی و انتظامی هم بر حسب وظیفه‌شون اون دستوری که بهشون ابلاغ شده بود رو اومدن اجرا بکنن و ممانعت کردن. اما اون اتفاقی که افتاد چیز غیر قابل پیش بینی بود براشون و این حمایت و طرفداری شما از دوستان و همکارانتون بود که بسیار جای تقدیر و تشکر داره. به افتخار خودتون. خدمت شما عرضم با صحبت‌هایی که شده بود قرار بر این بود که امروز
ما بیایم سر کار و از ورودمون به شرکت جلوگیری نشه. خب مثل که حالا اتفاقات دیگه افتاده، از اونجایی که گفتم حرکت اعتراضی است و ما تحت هیچ شرایطی مخل تولید نیستیم. از همه دوستانی که تشریف آوردن کمال تشکر رو داریم. بنابراین بوده که ما ساعت 9:30 بریم 9:10 بریم اداره کار، شکایت رو در واقع تنظیم بکنیم و اون رو به اداره کار تحویل بدیم. از اینکه باز هم تشریف آوردید کمال تشکر رو دارم. قرار بر اینه که ما بریم اونجا. حالا اگر دوستان خودشون صلاح بر این میدونن که تشریف ببرن سر کار، این دیگه چیزی که به خود جمع در واقع ارتباط داره و خودشون تصمیم میگیرن. اما اون چیزی که از طرف ماست، ما الان قصد این رو داریم که بریم اداره کار شوش و شکایتی رو که باید ارائه بدیم به اداره کار اونجا تحویلشون بدیم. باز هم دست همتون در نکنه که تشریف آوردید. انشالله به امید خدا شما هم در جریان کارها قرار میگیرید. درود بر شرفتون که تشریف آوردید. دست همتون هم درد نکنه. ممنونم. همینجاست دروغ میگن آمریکا، دشمن ما 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 همینجاست دروغ میگن آمریکا. دستای پشت پرده با پول ما چه کرده؟ 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 هدفم از این پست این بود که فقط درد مردم بود. منظورم من گرانی بود، منظورم فشار اقتصادی بود، منظورم فقط همین بود و حالا یه سری ها بد برداشت کردن، یه سری ها یه جورایی سوء استفاده کردن، ولی موقعی که آدم صف گوشت رو میبینه، صف مرغ رو میبینه، فکر کنم دیگه یه ذره باید شرمنده باشه. این اتفاق داره میفته. من فکر کنم خیلی از شما هم وظیفه دارید که برید از اون صفحه فیلم بگیرید که نمایش بدید که ببینن چه وضعیتیه. من هدفم اینه. هدفشونم اصلا موقعی که بحث اجتماعی میشه نه قرمز داره، نه آبی داره، نه زرد داره، نه رنگای دیگه، همه یکی. دغدغه اجتماعی دارم، وظیفه‌م هم هست بگم، تا آخر عمرم هم میگم. هدفم از این این منبع آگاه به ایران وایر میگوید اسماعیل عابدی سالها سرپرستی پدر و مادر بیمارش را بر عهده داشت و هزینه زندگی 6 خواهر خود را تأمین میکرد. یکی از نزدیکان این داور اعلام کرده چندین ماه بود که فدراسیون به او داوری نمیداد. کار و درآمد مشخصی هم نداشت. گویا مطالبات قدیمیش را هم پرداخت نکرده بودند. به گفته اطرافیان آقای عابدی، او در آخرین روزهای زندگیش گفته بود که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. اسماعیل به دلیل فقر اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های خانواده‌اش خودکشی کرده است.